بار دیگر سلام دوستان عزیز. ما از مجموعه مسئله های ریمکویچ حل کردن مسئله هایش رو ادامه میدیم و امروز مسئله 86 رو میبینیم. شرطش رو با زبان نوشته روی اکران میگذارم و این چونین با زبان ترکی میخونم. شرطش چونین گفته شده است: دو اتومبیل موافق معادله های x1 برابر 2t جمع 0 از 2t کوادرات و x2 برابر 80/4t حرکت میکنند. حرکت این اتومبیل ها را شرح دهید و این چونین ا وقت و جای وقوعی را یابید. ب بعد از 5 ثانیه مسافت آنها بین آنها چقدر می شود. و هنگامی اتومبیل دوم در نقطه 0 بودن در ابتدای کوردینات بودن اتومبیل یکم در کجا قرار می گیرد. اکنون ما شروع میکنیم از شرح دادن حرکت همین اتومبیل ها. حرکت اتومبیل ها را اول شرح میدهیم. در آن همین قسمی برق. برای این ما میتوانیم که برای کسانی که حوصله را نمیفهمند، یعنی حوصله نمیگیریم از این معادله ها و صورت آنها را نمیابیم، از آن هم معادله حرکت راستخطه ثابت استفاده میبریم. x برابر x0 جمع v0 xt جمع ax t کوادرات تقسیم 2 و آن همین معادله را در اینجا تطبیق میکنیم. معادله یکم داریم x1 برابر 2t جمع 0 از 2t کوادرات. چطوری که از آن همین معادله میبینیم هر چیزی که پیش از t می آید ضرب شونده پیش از t این سرعت است، یعنی در اینجا پیش از t ما داریم v0 x1 برابر میشد به 2 متر تقسیم ثانیه و چیزی که پیش از t کوادرات داریم پیش از t کوادرات یعنی آن ax تقسیم 2 است. انا همین ax تقسیم 2 است. پس از اینجا برمی آید که ax تقسیم 2 در اینجا نقطه بود برابر است به 0 از 2 متر تقسیم ثانیه کوادرات. ax را میابیم برابر میشده است به 0 از 4 متر تقسیم ثانیه کوادرات ضرب 2 میشود. و البته اعضای آزاد در اینجا ما نداریم، یعنی اعضایی که t نداشته باشد در معادله نداریم. پس x0 این 0 است. x0 جسم اتومبیل یکم 0 است. معلوم میگردد که اتومبیل یکم از نقطه 0 حرکتش را شروع کرده با شتاب 0 از 4 متر تقسیم ثانیه کوادرات به سمت تیر x با سرعت ابتدایی 2 متر تقسیم ثانیه یعنی سرعت ابتدایی دارد در اینجا و با شتاب v0 x1 و با شتاب به سمت تیر x حرکت میکند. اتومبیل دوم باشد می نویسیم x2 برابر 80/4t. میبینیم که در اینجا اعضایی که t ندارد x0 است. پس اینجا 80 است همون x0 ما. x0 اتومبیل دوم این میشود 80 متر و پیش از t ضرب شونده پیش از t این v0 x رو ifade میکند. v0 x دوم اتومبیل ما برابر میشود است به -4 به طرح 4 متر تقسیم ثانیه، یا اینکه نه تنها v0 x بلکه vx آن میشود چون که شتاب اتومبیل دوم برابر 0 است. در اینجا ما در آن همین معادله اتومبیل دوم t کوادرات اعضای t کوادرات دار نداریم، یعنی شتاب حرکت منتظم است، شتاب 0 است. پس ما میتوانیم بگوییم که همون v0 x میشود vx، یعنی در تمام حرکت همون vx را استفاده می‌کنیم، با همون vx حرکت میکند و x0 اتومبیل دوم باشد 80 متر است. 80 متر. پس در ابتدای حرکت وای در نقطه 80 بود و موافق آن همین علامت طرح 4 متر تقسیم ثانیه وای مقابل تیر x حرکت میکند با سرعت 4 متر تقسیم ثانیه و دائمی با سرعت دائمی یعنی vx2 حرکت میکند. این بود شرحی حرکت اتومبیل ها و اکنون میگذاریم به قسمی بنا این سوال ها جواب دادن. با سوال A، با سوال B، با سوال V. سوال A جواب میدهیم. وقت و جای وقوعی. برای وقت وقوعی را یافتن یعنی ما میگوییم که اگر T با وقت وقوعی برابر شود، یعنی هنگام وقت وقوعی چه حادثه رخ میدهد؟ کوردینات های آن همین اتومبیل ها برابر می شود. x1 برابر x2 می شود. یعنی اگر x1 برابر x2 یا اینکه برابر یعنی همون x اشتریخ جای وقوعی گردد t برابر تau می شود. تنها در همین حالت آنها و می خورند. تمام دیگر در دیگر حالت ها آنها
جداگانه حرکت میکنند، یعنی هر کدام در نقطه های گوناگون حرکت میکنند. یعنی x1 را ما باید با x2 برابر سازیم، یعنی در جای تاو گذاشته برابر میسازیم. 2 تاو جمع 0 از 2 تاو کوادرات برابر 80 طرح 4 تاو. از اینجا ما باید تاو را یابیم، یعنی در اول اعضای کوادرات 2 رو می‌نویسیم. 0 از 2 تاو کوادرات جمع طرح 4 این طرف میآید با 2 تاو جمع میشود 6 تاو. 80 هم آن طرف میرود طرح 80 میشود برابر 0. دیسکریمینانت ما میشود 36 طرح 4 کردم از 9 از 4 کرد 32 جمع طرح 4 ضرب 0 از 2 0 از 4 4 کرد 32 32 و برابر میشود به 36 32 میشود 48 68 میشود. بله 68. یک بار دیگر میبینیم 0 از 2 ت کوادرات جمع 6 ت طرح 80 برابر 0. دیسکریمینانت ما برابر میشود به 6 کوادرات طرح 4 ضرب 0 از 2 ضرب طرح 80. 4 ضرب 0 از 2 میشود 0 از 8. اینجا ما خطا کردیم، در اینجا میشه 64 طرح 64 اینجا 100 میشود، یعنی دیسکریمینانت ما 100 حاصل میشود. تاو 1 و 2 ما میشود طرح 6 جمع طرح ریشه دیسکریمینانت ما 10 میشود تقسیم 2 ضرب 0 از 2 ضرب ا. ما طرحش رو نمیگیریم چون که طرحش در فیزیک معنا نمیکند. طرح 6 طرح 10 میشود طرح 16 وقت در فیزیک منفی نمیشود. پس ما داریم 10 طرح 6 4 4 تقسیم 10 ثانیه. این برابر میشه به همون وقتی وخوری. اکنون جای وخوری رو ما گفتیم که در اینجا گذاشته، در دل خود مدل x1 یا x2 گذاشته حاصل میکنیم. x شتریخ برابر میشه با فرض کردیم که مدل دیوم رو میگیریم 80 طرح 4 ضربی در جای ت تاو رو میگذاریم. من همین تاو یعنی در جای ت 10 ثانیه رو میگذاریم. من از اینجا استفاده بردم برای اون که فهم شود، از مدل دیوم استفاده بردم. 80 طرح 4 ضربی 10 این میشود 40 متر، یعنی جای وخوری آنها همین نقطه می شود. جای وخوری اتومبیل ها همون نقطه می شود. و اکنون به وریانتی به سوال ب میگذاریم. سوال ب میپرسد که بعد از 5 ثانیه مسافت بین آنها چقدر می شود. مسافت بین این دو اتومبیل رو، البته مسافت هم بزرگی منفی نمیشد، برای همین مدول میگیریم از x1 طرح x2 هنگامی 5 ثانیه بودن، یعنی در همین مدل های x1 و x2 5 ثانیه میگذاریم طرح میکنیم، یا اینکه اول مدل رو حل کرده بعد در جای t5 میگذاریم. میتوانیم در جای x1 اول x1 رو یابیم. x1 برابر 2 ضرب 5 جمع 0 از 2 ضرب 25 برابر است به 10 جمع 5 15 متر. x2 باشد برابر است به 80 طرح 4 ضرب 5 4 کرده 5 20 از 80 20 رو طرح می نمویم می شود 60 متر. اکنون اس رو می یابیم. مدولی 15 طرح 60 البته با متر می شود 45 متر. این مسافه بین اتومبیل ها. ما تاو رو نیز یافتیم و x شتریخ رو نیز یافتیم. اکنون وریانت سوال و چی میگوید؟ سوال و میگوید که سوال و در اینجا سوال و رو میبینیم. میگوید که هنگامی که در وقتی که اتومبیل دوم در نقطه 0 آمده رسید، اتومبیل یکم در کجا بود؟ یعنی ما همان وقتی رو که اتومبیل دوم در نقطه 0 میرسد با تشتریخ اشاره میکنیم، یعنی هنگامی ت برابر تشتریخ شدن اتومبیل دوم در نقطه 0 میرسد، پس کوردینات آن 0 میشود، یعنی 80 طرح 4 تشتریخ برابر 0. از اینجا تشتریخ رو میابیم میشود 80 تقسیم 4 ثانیه برابر 20 ثانیه، یعنی تشتریخ ما 20 ثانیه میشود. انا همین رو برده در x1 میگذاریم، یعنی
якум автомобил дар куҷо буд ҳангоме ки дуюмаш дар қанор расид. Автомобил x1 2 зарби дар ҷои t 20 мегузорем. 20ро мо ҳосил кардем. 20 ҷамъи 0 аз 10 2 зарби 20 кара 20 400 80 ҷамъи 40 120 метр. ана ҳамин ҷавоби охирони масъалаи мо мебошад. ин буд масъалаи 86 Римкевич. то наворҳои оянда шоду пирӯз бошед дӯстони азиз.